بریم با هم 7 از پولای زیبای دنیا رو ببینیم. هفتمیش کیات میانماره. ارزش بالایی نداره اما برای تولیدش از کاغذ با کیفیتی از جنس پنبه استفاده شده و دچار پارگی نمیشه. ششمیش دلار استرالیا. برای طراحی این اسکناس از نمادهای بومی استرالیا استفاده شده و یکی از پرجزئیات‌ترین پولای دنیاست. پنجمیش دلار کاناداست. جنس این پول هم از پلیمر و بین پولای جهان معروفه. چرا؟ به خاطر طراحی و امنیت و کیفیتش. چهارم پوند انگلیس، از با ارزش‌ترین پولای دنیا، با کیفیت و پر از جزئیات. یه پنجره شفاف داره برای امنیت بیشتر این پول. سومی سوم قرقیزستان، یه کاغذ با کیفیت و خاص داره که آسیب فیزیکی نمیبینه. تو طراحی این پول از چهره‌های ملی این کشور استفاده کردن. رتبه دوم روفیه مالدیو که میشه گفت زیباترین پول دنیاست. از جنس پلیمر و برای طراحیش از فرهنگ بومی مالدیو و طبیعت این کشور استفاده کردن. و در آخر رتبه اول فرانک سوئیسه که تو طراحی این اسکناس به آب و زمان و ساعت و نور اشاره کردن. یکی از پرجزئیات‌ترین اسکناس‌های دنیا. طراحی پول طوریه که از هر زاویه‌ای نگاه کنی میتونی یه طرح خاص رو ببینی.